این که بگذاریم هفته گذشته صحبت چی بود؟ واقعا بنده میخواستم چی بگم؟ آیا بنده به کسی خدای ناخواسته انگ و تهمت زدم که اینها اهل اختلاس هستند؟ نه، مگر شما مرا نمیشناسین کدام زمان از این حرفا زدیم؟ آیا بنده به کسی تهمت زدم که اینجا خدای ناخواسته در مرکز و در حسینیه پول گم شده؟ یک کلمه بود همین چیزی؟ آیا بنده هفته گذشته در رابطه با این مسائل صحبت کردم که اموال مرکز گم شده؟ نه. من بیشتر به شما بگم برادران عزیز، خب این رو اینجا بگذارم یادداشت‌های خودم را. مسئولین را که من اینجا میشناسم در حدود یعنی 12 سال، حدود 12 سال من با اینها کار کردم، کنار اینها زانو به زانو نشسته ایم. اینها برخی های اینها کسانی هستند، برخی هایشان نه، همه ایشان کسانی هستند که اینها وقت میگذارند، از کار و درآمد خودشان را تعطیل میکنند، میآیند مفت و مجانی اینجا را جارو میکنند، کار میکنند در تأسیسات، در تدارکات، در آشپزخانه، در سرویس های بهداشتی. هیچ کسی هم به اینها یک شانزه پولی به اصطلاح ما و شما یک سنت هم نداده. اینها اهل خدمت هستند. اینها کسانی نیستن که بالاخره آدم بیایه به اینها بگه که شما خدای ناخواست. چون بعضی ها مثلا یک کسانی هستن دیگه، بالاخره کسانی وقتی که صحبت میکنه بنده میگم شما حاضر هستید برابر فلانی بری کار بکنی؟ اینها به قول یک برادر ما میگفت که یکی، من نام نمیگیرم دیگه، اگه بگیرم باید نام همه رو بگیرم، میگفت مثلا همین آقای مهدیان، میگرفتم دیگه الان، آقای مهدیان در بیرون اگر یک میخ هم پیدا بکنه او رو در جیب خود میگذاره میاره در مرکز، میگی به درد مرکز میخوره. اینا ویژگی های خوبی اینهاست. و کسی که کتمان بکنه خدمت های اینها را، این دیگه بالاخره دور از انصاف است.